یکی از صدها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات، این شرکت در بخش تولید انواع قالین فعالیت می کند. مسئولان در شرکت فرش زربافت هرات می گویند که همکنون ظرفیت تولید 4000 متر مربع قالین را در روز دارا هستند. آنان همچنان از به میان آمدن سهولت‌های فراوان فراراه سرمایه‌گذاری پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور سخن می‌زنند. برچیدن فساد یکی از عمده‌ترین تغییراتی بوده که با روی کار آمدن حاکمیت جدید ما شاهد از او بودیم. استفاده از نرخ طرف‌های معقول گمرکی ما شاهدش بودیم. امنیت یکی از چالش‌های عمده بخش سکتور خصوصی بوده که ما در بخش امنیت شاهد تحول بسیار خوب بودیم. شماری از شهروندان هرات نیز به استفاده مردم از صنایع و تولیدات داخلی اشاره می‌کنند و تاکید دارند که کیفیت تولیدات داخلی کم از کالاهای مشابه خارجی نیست. باید ما جنس داخلی خور ارزش بدیم، استفاده کنیم دیگه تا تجار ما دیگه با یک روی با یک انگیزی بهتر به تجارت خود ادامه بده، کسب و کار خود رشد بده. مسئولان امارت اسلامی در شهر هرات نیز میگویند که اولویت حکومت پس از تامین امنیت رشد اقتصاد در کشور است و از سرمایه‌گذاران میخواهند که با روحیه عالی به کار و تجارتشان ادامه دهند. این اداره در بخش توزیع زمین شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های صنعتی را کمک و همچنان در بخش تعرفات گمرکی کوشش داریم تا اینکه تعرفه مواد خام یا مواد اولیه‌ای که بیرون از کشور می آید را پایین. سکتور خصوصی بالخصوص تاجران ملی اون نگرانی و تشویشات خود برطرف بکنه، در نشست و برخاست‌های مختلف با ارگان‌های مربوطه و انشالله مطمئن باشه که افغانستان و نظام فعلی یعنی تلاش کاری می داشته باشه برای بهبود وضعیت و برای رفع مشکلات تاجران ملی.